مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم زنه میگه که منم دالشونی رو آقای گلزار جابجا کرد. مخاطبین از رسانه پشت پرده سلام، من امین فردین خوشحالم که با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امروز قصد داریم که راجع به بالا رفتن قیمت بنزین و اعتراضات مردم در ایران با شما صحبت بکنیم. چند روزی هستش که قیمت بنزین در ایران از 1000 تومان به 3000 تومان افزایش پیدا کرده که این امر باعث شده که موج اعتراضات مردم هر روز در ایران بیشتر بشه، دست به اعتراضات سفید بزنن. اعتراض سفید هم چی هستش؟ این هستش که مردم تصمیم گرفتن که ماشین‌های خودشون رو در خیابان‌ها پارک کنن، خاموش کنن و حرکت نکنن و ایجاد ترافیک بکنن که حمل و نقل به اصطلاح مختل بشه و اعتراض خودشون رو به گوش مسئولین برسونن. چرا که وقتی قیمت بنزین در ایران از 1000 تومان به 3000 تومان برسه و تقریبا 2-3 برابر بشه، همه اجناس در ایران 2-3 برابر خواهد شد و حقوق مردم که 2-3 برابر نشده، ولی خب قیمت بنزین وقتی 2-3 برابر بشه مردم باید برای خریدن مواد غذایی خودشون گوشت و مرغ و لبنیات و برنج و سایر اقلام و حتی کرایه خونه مبالغ 2-3 برابری رو پرداخت بکنن. چرا که اگر حمل و نقل در ایران هزینه‌اش بالا بره همه چیز گرون خواهد شد، حتی بلیط هواپیما و اتوبوس و سایر وسایل حمل و نقلی که این امر باعث شده که اعتراضات مردم هر روز بیشتر بشه و در استان‌های خوزستان، اصفهان، تهران، خراسان رضوی و سایر استان‌ها چند روزی هستش که مردم در خیابان‌ها اومدن و اعتراض میکنن و بنزین داره به صورت کارت سوخت و سهمیه‌ای به مردم ارائه میشه. اما آقای زنگنه وزیر نفت در حال حاضر ایران 7 تیر ماه 97 یک مصاحبه‌ای رو انجام داده بود و گفته بود که کارت سوخت هیچ تأثیری نداره، چرا مردم رو میخوایم اذیت بکنیم. همین آقای زنگنه ای که 1 سال پیش 2 سال پیش مصاحبه کرد و گفته بود که کارت سوخت هیچ تأثیری نداره، الان 48 ساعته که مردم مجبور کردن که با کارت سوخت بنزین بزنن و 60 لیتر به مردم بنزین سهمیه‌ای میدن با لیتری 1500 تومان و مابقی اون آزاد هستش لیتری 3000 تومان و اگر بنزین سوپر باشه لیتری 3500 تومان. حالا شما فرض بکنید که یه شخصی که یه خودرو داره تو خونه‌اش و نمیتونه خرج خانواده‌شو در بیاره و با مسافرکشی خرج خانواده‌شو به دست می آورده و در می آورده، چجوری با این وضعیت قیمت بنزین میتونه مسافرکشی کنه و هزینه‌هاشو در بیاره؟ حالا بماند اون کسایی که تو اسنپ کار میکردن و خرج زن و بچه و دانشگاهشون رو میدادن. از اون طرف آقای روحانی هم چند وقت پیش صحبتی کرده بود و گفته بود که ما با دونرخی کردن بنزین مخالفیم. در حال حاضر بنزین دونرخی شده، اما خود آقای روحانی من موندم چرا از رو نمیره و گفته بود که دونرخی کردن بنزین ایجاد فساد میکنه. ای بابا، اگر ایجاد فساد میکنه خب چرا دونرخی کردید؟ خودتون هم یعنی حرفای خودتون رو باور ندارید. بشنوید این صحبت ها رو. در زمینه بنزین ما از دونرخی تکنرخی کردیم، عمدتاً هم دلیلش فساد زیاد بود. در زمینه بنزین فساد زیادی دونرخی ایجاد میکرد، ما برای جلوگیری از فساد این کار رو کردیم. بله دیگه، یعنی اینا روی هرچی پررو کم کردن. از اون طرف وزیر همین آقای روحانی، آقای زنگنه 20 اردیبهشت ماه 1397، ماشاءالله ما آرشیو همه رو داریم نگه داشتیم برای همچین روزی، یه صحبتی کرده بود و گفته بود که تحریم‌های آمریکا در خصوص صادرات نفت هیچ تأثیری بر قیمت نفت و بنزین ایران نداره و ما میتونیم خیلی راحت به فعالیت خودمون ادامه بدیم. با خروج آمریکا از برجام هم هیچ اتفاقی صورت نمیگیره. این ویدیو رو ببینید. تأثیر خروج آمریکا از برجام تا چه حد میتونه روی صنعت نفت ما، درآمدهای ما، صادرات ما اثر بذاره؟ من معتقدم با خروج آمریکا از برجام اتفاقی برای قابل ذکری برای ما نخواهد افتاد در صادرات نفتمون، میاناتمون و درآمدهای ارزی کشور. انشالله همونی که در بودجه هست تامین خواهد شد. این صحبت ها رو آقای زنگنه 20 اردیبهشت ماه 97 کرده بودن. 1 سال بعدش 6 اردیبهشت ماه 1398 یک مصاحبه انجام دادن و گفتن که تحریم‌های نفتی آمریکا بلوف نیست، دشمنی خشنه.
شما که 1 سال قبلش میگفتید که هیچ تأثیری نداره و آمریکا از برجام خارج بشه و تحریم‌های نفتی اتفاق بیفته. بعد خودتون الان میاد بگید که دشمنی خشنه. از اون طرف آقای ظریف هم در خصوص تحریم‌های نفتی و بنزین هم صحبت کرد، چون می‌دونید که اینا تاثیرگذار هستش در بالا رفتن قیمت بنزین در ایران، و گفته که اگر آمریکا از برجام خارج میشد یا برجام امضا نمیشد، ما نمیتونستیم حقوق کارمندا و کارگرا رو پرداخت بکنیم. بر اساس همون روند قطعنامه ها امروز ما صادراتمون زیر 200,000 بشکه بود و با صادرات زیر 200,000 بشکه میخواست کشور چه کار بکنه؟ کدوم یکی از این برنامه‌های دوستان راجع به رسیدگی به محرومین صحبت میکنن، کدوم یکی از برنامه‌های عادی حقوق قابل پرداخت بود، چه برسه به کمک به محرومین و مستضعفین؟ ما باید تعیین تکلیف میکردیم، کشور باید وضعش تغییر میکرد، باید کشتی، باید نفت، شما که مکانیزم صفر کردن صادرات نفت رو که میدیدی که ما افتاده بودیم تو چرخه صفر کردن که اگر برجام 6 ماه دیرتر به تصویب میرسید حتما ما صفر میشد نفت. تأثیر خروج امریکا از برجام تا چه حد میتونه روی صنعت نفت ما، درآمدهای ما، صادرات ما اثر بذاره؟ من معتقدم با خروج آمریکا از برجام اتفاقی برای قابل ذکری برای ما نخواهد افتاد در صادرات نفتمون، میاناتمون و درآمدهای ارزی کشور. انشالله همونی که در بودجه هست تامین خواهد شد. یعنی آرشیو و تاریخ همه چیز رو به مردم ثابت میکنه. How do you think future generations of Iranians will view your 37 years? The truth and the reality of history could not be kept always in the shadows. That is impossible. The truth will come out. In any case, sooner or later. بعد آدم نمیدونه چی بگه. حالا این یه نکتهش هستش راجع به قیمت یورو دلار هم توی این سالهای گذشته ما دیدیم که بعضا بالا و پایین میشد و با بالا بردن قیمت یورو دلار پول از دست مردم خارج میکردن که بتونن پولهایی که از خزانه دزدی شد و اختلاس شد و بردن خارج از کشور رو جبران بکنن. این یورو دلار هم خودش اصلا یه بحث جالبی بوده. بریم سراغ بازار ارز که زورش خیلی پرزوره. دلار زور نداره. دلار خب شما کنترلش کرده بودین تو کانال 11,000، الان رفته تو کانال 13,000 رو جا خوش کرده. نه برمیگرده. بله. خب چجوری برمیگرده و تا آخر سال خودش برمیگرده. ببینید من بارها گفتم ببین عوامل فاندامنتال اقتصادی این قیمت ها رو نمیتابه. از اون طرف آقای روحانی تیر ماه سال 1393 یه صحبتی کرده بود و گفته بود که ما سعی میکنیم که اون اتفاقات سال 84 تا 92 یعنی زمان رئیس جمهوری آقای احمدی نژاد صورت نگیره، اتفاق نیفته. ما به مردم قول میدیم که شرایط رو بهتر بکنیم، وعده نمیدیم. خلاصه تا میتونست خودش وعده داد به مردم. والا بلا تلا سالهای 84 تا 99 گذشت، تکرار نمیشه. آقای روحانی 3 سال بعدش سال 96 هم دوباره گفتش که مسئولین قبلی تا تونستن به مردم وعده دادن و چه این و چنان، ما نمیدیم، ما عمل میکنیم. ببینید آمار و ارقامی که این روزها داده میشه برای مردم ما بسیار جالبه. باز یادآور اون روزهایی است که افرادی به مردم وعده و وعید میدادند و دیدیم پایان اون دولت‌ها مردم به چه روزگاری افتادند. دیدیم وضع تورم چگونه شد، دیدیم وضع بهداشت مردم چگونه شد، دیدیم مردم وقتی به بیمارستان میرفتن حتی ملافه و دمپایی رو هم میبایست میرفتن از بیرون خریداری میکردن. دیدیم چگونه عزت مردم زیر پا گذاشته شد. دیدیم مردم صبح به فروشگاه میرفتن و اطمینان نداشتن که بعد از ظهر قیمت جنس به کجا میرسه. سبک زندگی مردم این شده بود که هرچه میتونن ذخیره کنند
برای فرداشون، چون نمیدونستن شرایط فردا نسبت به امروز چگونه است. امروز یک آرامشی در جامعه به وجود آمده و در سایه این آرامش ما میبینیم میتونیم زندگی مردم رو در مسیر درست قرار بدیم. بعد همین آقای روحانی که از مردم دفاع میکرد و میگفت ما وعده نمیدیم و عمل میکنیم و مردم نگران نباشن، شهریور ماه 96 یک سخنرانی کرد و گفتش که آره اون کسایی که اعتراض دارن و حقوقشون کمه استعفا بدن، خداحافظی بکنن، نرن سر کار. یعنی کلا مردم به یه ورش بوده. کار معمول که خب وظیفه ماست. به هر حال ما تعهد کردیم آمدیم پشت میز خدمت، بابت اون هم حقوق دریافت میکنیم. اگرم کسی راضی نیست میبایست نمی آمد، اگرم کسی راضی نیست میتواند برود، اما اگر کسی میماند نمیتونه بگه حقوق من کمه. این حرف کاملا غلطه که بگه حقوقی که من میگیرم به اندازه 2 ساعت 3 ساعت کاره. خب برای 3 ساعت کاره خداحافظی کن. کی مجبورت کرده که اینجا بمونی؟ اما دلم نیامد که این مستند رو با 2 تا جمله تاریخی، اولیش از آقای روحانی و دومیش هم برمیگرده به زمان پهلوی، تموم نکنم. 16 خرداد ماه 98 آقای روحانی صحبت کرده و گفته که مهم نیست که سفره مردم کوچیک‌تر بشه یا مردم درآمد کمتری داشته باشن، مهم اینه که دشمن بدونه ما دست از سر این نظام بر نمیداریم. ممکنه مردم در زندگی خودشون شب سفره کوچکتری داشته باشن، با سختی زندگی کنن، این درسته، این مهم نیست. به نظر من این اول نیست. مسئله اول اینه که دشمن ما بفهمه مردم ما ولو اینکه سفرهشون کوچک شده دست از آرمانشون و نظامشون بر نمیدارن و به حاکمان اصلی خودشون اعتماد دارن. این مهمه. And at that point, in 50 years' time, how will future Iranians judge you? 50 years, I hope it will be sooner than that. If the government today was run by the mullahs and they would take us back 1500 years. مرسی که تا این لحظه با برنامه پشت پرده همراه بودید. اگر دوست داشتید کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. مرسی از شما.